ممنون آقای رئیس جمهور. On Iran. در مورد ایران Questions, please. دو تا First, سوال give دارم. us more details about where the در meeting was مورد set to take place. این که جلسه شنبه شما با ایران کجا خواهد بود بگی نمیتونم بگم. And that'll take place on Saturday, and it's at top. فقط میتونم بگم که بسیار محرمانه است و با ایران شنبه به صورت مستقیم دیدار خواهیم کرد. Lead anywhere because the Iranians will never give I think that's a possibility. if diplomacy fails. اگر دیپلماسی جواب نده چی؟ Ready to take military آیا action to destroy the آمریکا Iranian تحت رهبری شما آماده است به ایران this threat. و برنامه اون حمله کنه و اون تهدید رو خنثی کنه؟ Aren't successful. من فکر کنم اگر مذاکرات با ایران موفقیت آمیز نباشه Great danger. ایران در خطر Great danger because they بزرگی can't خواهد have بود. nuclear دوست ندارم اینو بگم ولی ما نمیتونیم اجازه بدیم که اونا سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونید مشکل چیه؟ یه فرمول سختی وجود داره. ایران نمیتونه بمب اتم داشته باشه. ما کشورهای الان داریم که بمب اتم دارن ولی نباید داشته باشن. negotiate out of that too as part of this later on down the line. But Iran cannot have ایران نمیتونه، ما نمیتونیم اجازه بدیم که بمب اتمی شه. اگر مذاکرات I actually موفقیت think it'll be a very bad day for Iran if that's آمیز نباشه، فقط تنها چیزی که میتونم بگم ایران روزهای بدی رو خواهد داشت.